cannot ask him. Does he speak French? He speaks French. I'm asking him. هیچ وقت شما نفرمودید که ما عربیم. ما ملتی در ایران کنونی عرب هست که ملت، فارس هست که ملت، کرد هست که ملت و همه ما ملتی. ما فرهنگ داریم، تاریخ داریم، همه چیز داریم که شما داریم. در صورتی که من میدانم اینطوری میفهمم که من چیزی رو که دارم شاید از شما هم بیشتری، ولی هیچ وقت فارس رو از بین نمیبرم چون بالاخره تاریخ دارن، همه چیز دارن. پس شما باید من قبول کنید تا من شما را قبول کنم. ما خیلی به ما ظلم شده، میدونید چرا اومدید؟ ولی سوال ما رو جواب ندادید. چرا پدر شما پدرش به این چه مربوطه؟ چرا پله نیست؟ چرا اینو پله میکنید؟